سلام. داستان دختری که از ماه آمد به روایت شاگا هیراتا. اگر قصه های بیشتری دوست دارید که بشنوید میتونید کانال ما رو دنبال کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید که از داستان‌های جدید با خبر بشید. بریم برای قصه دختری که از ماه اومد. روزی روزگاری در گوشه‌ای از این دنیای بزرگ پیرمرد و پیرزنی در دهکده‌ای قشنگ زندگی می‌کردند. پیرمرد خیزران شکن بود. او هر روز به نیزار بزرگی می‌رفت و در اونجا خیزران‌هایی رو که نی‌هایی به بزرگی یک درخت بودند قطع می‌کرد. به خونه می‌آورد اونها رو. زنش از شاخه‌های خیزران چوب دستی می‌ساخت و با برگ و پوست اون سبدها و زیراندازهای قشنگ می‌بافت. روزی پیرمرد در نیزار خیزران عجیبی دید. خیزرانی بزرگ و زیبا که مثل چراغ روشن و نورانی بود. عجب، همین حالا قطعش می‌کنم. پیرمرد خیزران رو با تبر قطع کرد. یک دفعه از تعجب فریادی کشید و عقب رفت. دختر کوچولویی که مثل ماه زیبا بود از توی نی به پیرمرد لبخند میزد. پیرمرد گفت: چه دختر شیرین و بامزه‌ای، همین الان اونو به کلبم میبرم. وای، چقدر زنم خوشحال میشه. بعد دخترک رو خیلی آروم بغل کرد و با عجله به کلبش رفت. پیرمرد و پیرزن هیچ فرزندی نداشتند. سلام، اینجا رو ببین، هدیه‌ای از خدا. این خانم کوچولی رو توی نی پیدا کردم. پیرزن اول انگشتش رو به دندون گرفت و ماتش برد. بعد دستهاش رو سمت آسمون برد و گفت: خدا رو شکر، ما همیشه دعا میکردیم فرزندی داشته باشیم. امروز خدا ما رو به آرزومون رسوند. پیرمرد و پیرزن به اندازه تمام دنیا خوشحال شده بودن. همون روز از یک مرد روحانی خواهش کردن اسمی برای دخترشون انتخاب کنه. او دخترک را کاگویا هیمه نامید. همه از این اسم خوششون اومد. کاگویا با مهر و محبت زن و شوهر بزرگ شد. روز به روز نورانی‌تر و زیباتر می شد. اما مشکلی که پیرمرد و پیرزن رو نگران می کرد این بود که اونها فقیر بودن. زندگی براشون سخت شده بود. زن و شوهر نمیتونستن لباس خوبی برای کاگویا تهیه کنن. این شد که پیرزن لباس عروسیش رو که یادگار جوانیش بود به کاگویا هدیه داد. دختر از ته دل خوشحال شد. اون همیشه مواظب بود که یادگاری مادرش کثیف و پاره نشه. کاگویا اونقدر مهربون و زیبا بود که هر روز مثل ماه به همه جا نور می‌پاشید. پیرمرد و پیرزن هر روز به سختی کار می‌کردند تا شاید بتونن لباس قشنگی برای کاگویا تهیه کنن. یه روز پیرمرد مثل همیشه به نیزار رفت. وقتی که خیزرانی رو قطع کرد یک دفعه سکه‌های درخشان و طلایی از اون بیرون ریخت. شکر، خدا رو شکر، کاگویا با خودش برکت و روزی هم آورده. پیرمرد همون روز به بازار رفت و لباس زیبایی برای دخترش خرید. وقتی که پیرزن کاگویا رو در اون لباس قشنگ دید از خوشحالی فریاد زد و گفت: وای چقدر زیبا، مگه میشه تو این دنیا چیزی به این زیبایی وجود داشته باشه؟ اونها دیگه ثروتمند شده بودن. مقداری از اون سکه‌های طلا رو هم به مردمان فقیر و بیچیز بخشیدن. کم کم زنها و دخترها از گوشه و کنار شهر برای دیدن کاگویا به کلبه می اومدن. کاگویا هر روز نورانی‌تر و زیباتر می شد. دیگه همه جای شهر حرف از زیبایی و مهربونی دخترک بود. او در اون شهر نظیر نداشت. همه مادرها دلشون میخواست کاگویا عروس اونها بشه. روز
روزی 5 نفر از مردهای مشهور و ثروتمند شهر برای خواستگاری کاگویا به خونه پیرمرد و پیرزن اومدن. یکی از اونها به پیرمرد گفت: امیدوارم قبول کنید که کاگویا همسر من بشه. دیگری گفت: من دختر شما رو خوشبخت خواهم کرد. اون یکی گفت: این من هستم که میتونم کاگویا رو خوشبخت کنم، نه شماها. کم کم بین مردها بگو مگو شد. پیرمرد بیچاره نمیدونست باید چی کار کنه. کمی فکر کرد و بعد کاگویا رو از اتاق دیگه صدا زد. کاگویا که صورتش از خجالت مثل گل سرخ شده بود به اتاق اومد. چشم مردها گرد شد، دهانشون باز ماند. پیرمرد گفت: کاگویا نظر تو چیه؟ کاگویا نگاهش رو به زمین دوخت و گفت: هر کدوم از شماها که خواسته منو برآورده کنی میتونه همسر من بشه. مردها خوشحال و یک صدا گفتن: حاضریم. کاگویا از هر کدومشون چیزی خواست و اونها آماده شدن تا به طرف یکی از کشورها حرکت کنن. قرار شد مرد اول که کارش خرید و فروش سنگ‌های قیمتی بود برای تهیه یک کاسه سنگی معروف که خیلی هم درخشان بود به هندوستان بره. مرد که هم چاق بود هم تنبل به زحمت به راه افتاد. ولی هندوستان خیلی دور بود. برای همین تصمیم مرد عوض شد. به جای هندوستان به کوهستانی نزدیک شهر رفت و 3 سال اونجا پنهان شد. ناگهان روزی کاسه سنگی و معمولی رو اونجا پیدا کرد. همون روز کاسه رو به خانه کاگویا برد و گفت: بفرمایید، این همون کاسه سنگی معروف. 3 سال تمام روز و شب تمام هندوستان رو زیر و رو کردم. حالا دیگه بدون معطلی با من ازدواج کنین. کاگویا به دیدن کاسه سنگی خندش گرفت و گفت: این کاسه سنگی خیلی کثیفه. اگه راست میگی چرا درخشان نیست؟ تازه شما اگه 3 سال در هندوستان بودید پس چرا پوست صورتتون آفتاب سوخته نشده و اینقدر سفیده؟ زبان مرد قفل شد. مرد دوم که کارش تجارت بود سوار کشتی شد تا به چین بره و شاخه درختی رو که گلهایی از جنس جواهر داشت پیدا کنه. اون که خیلی خسیس بود به جای چین به جزیره نزدیک شهر رفت. در اونجا هنرمندان جزیره رو دعوت کرد تا شاخه های درختی بسازن که گلهاش از جواهرات تقلبی و دروغی باشه. پس از مدتی شاخه جواهر تقلبی ساخته شد. مرد اون رو به خانه کاگویا برد. بفرمایید، یک شاخه درخت با گلهایی از جواهر. نمیدونید چه زحمتایی کشیدم. چشم کاگویا خیره شد. اون نمیتونست جواهر ساختگی رو تشخیص بده. برای همین سکوت کرد. درست همون موقع سر و صدای هنرمندانی که شاخه جواهرات تقلبی رو ساخته بودن بلند شد: آهای مرد پول ما رو بده. مرد با ترس و خجالت از جاش پرید و مثل باد فرار کرد. سومین مرد باید پوست موش آتشی رو که تنها در کشور مراکش وجود داشت تهیه میکرد. او تنها بلد بود پول خرج کنه. یکی از خدمتکارانش رو فرستاد تا پوست رو با هر قیمتی که شده بخره و بیاره. بعد از چند ماه خدمتکار پوست رو با پول زیاد خرید و از مراکش آورد. مرد سوم دستی به پوست کشید و با خوشحالی گفت: این همون پوسته. حالا دیگه کاگویا مال من میشه. مرد سوم فوری به خانه کاگویا رفت. بفرمایید، اینم پوست موش آتشی. این هدیه رو از من قبول کنید. کاگویا رو به مرد کرد و گفت: اگر جنس این پوست اصل باشه در آتش نمیسوزه. و پوست رو در آتش انداخت. اما شعله آتش زبانه گرفت و پوست سوخت و خاکستر شد. مرد سوم با ناراحتی از خانه کاگویا رفت. 4مین خواستگار باید از دریا میگذشت و گردنبند اژدها رو که از 5 مروارید بزرگ درست شده بود پیدا میکرد. دریا کمی طوفانی بود، اما مرد با غرور سوار کشتی شد و حرکت کرد. کمی که پیش رفتن طوفان شدت گرفت و کشتی در دست موجهای پرزور و بیرحم
بالا و پایین شد. چند نفر به دریا پرتاب شدند، ولی چون کشتی هنوز راه زیادی نرفته بود، بقیه با هر زحمتی که بود خودشون رو نجات دادند. مرد چهارم از کار خودش پشیمان شد و از ترس دیگر سوار کشتی نشد. خواستگار پنجم باید صدفی را که در لانه پرستویی زیر سقف یک عبادتگاه پنهان شده بود پیدا می کرد. او لانه پرستو را پیدا کرد. بعد توی سبدی که با طناب و قرقره بالا کشیده می شد نشست و طناب رو کشید و بالا رفت. هنوز به زیر سقف نرسیده بود که پرستو به او حمله کرد و تون تون با نوک به سر صورتش کوبید. مرد فریادی از درد کشید و به عقب پرید. یک دفعه سبد وارونه شد و مرد از آن بالا به زمین افتاد و مجروح شد. دیگر هیچ کدام از 5 مرد در فکر ازدواج با کاگویا نبودند. روزی پیغامی از طرف امپراتور رسید. او در آن پیغام از کاگویا خواستگاری کرده بود. پیرمرد و زنش با خوشحالی گفتند شاید داریم خواب می‌بینیم. یعنی راستی کاگویا همسر امپراتور خواهد شد. آه، چه خوشبختی بزرگی! اما کاگویا اصلاً خوشحال نشد. او هر شب ماه رو تماشا می‌کرد و غمگین‌تر می‌شد. پیرمرد و زنش خیلی نگران شده بودند و روز و شب قصه می‌خوردند. در نیمه هر ماه وقتی که ماه آسمان به شکل قرصی گرد و درخشان در می‌آمد، قصه‌های کاگویا هم به اوج می‌رسید. شبی از شب‌های پاییز که قرص ماه گرد و کامل شده بود، کاگویا به تماشای ماه نشست و با گریه گفت دیگر وقت رفتن است. این بار دیگر ماه مرا به خانه اش دعوت می کند. پیرمرد که حرفهای کاگویا رو شنیده بود با نگرانی پرسید این چه حرفیه که میزنی؟ پیرزن گفت عزیز دلم چرا اینقدر گریه می کنی؟ کاگویا همانطور که اشک می ریخت گفت من دیگر باید حقیقتی را به شما بگم. من از ماه اومدم. من رو به زمین فرستادن تا کارهایی رو انجام بدم و برگردم. حالا دیگه وقت برگشتن رسیده. به زودی عده‌ای میان و من رو با خودشون به ماه میبرند. یعنی ما رو میگذاری و میری؟ کاگویا گفت جدایی از شماها مرا خیلی غمگین میکنه. ولی چه کار میتونم بکنم؟ کار من در اینجا تمام شده و باید برگردم. همان شب پیرمرد با چشمی گریان به کاخ امپراتور رفت. با احترام در پیش پای امپراتور زانو زد و ماجرای کاگویا را از اول تا آخر براش تعریف کرد. بعد هم از امپراتور خواهش کرد که راه چاره‌ای پیدا کنه. امپراتور قول داد که از کاگویا محافظت کنه. او به سربازاش فوری دستور داد که خانه پیرمرد رو محاصره کنند. گروه بزرگی از سربازان امپراتور که همه مسلح و آماده دفاع بودند مثل دیواری بزرگ دور خانه پیرمرد حلقه زدند. یک دفعه صدایی ظریف و زیبا از آسمون به گوش رسید. زنهای سوار بر تکه ابری بزرگ به سوی زمین در حال پرواز بودند. عده‌ای از سربازها مثل شیر از دیوارهای خانه بالا رفتند و از بام خانه به سوی تکه‌های ابر تیر انداختند، نیزه پرتاب کردند. یک دفعه در یک لحظه نور خیره کننده‌ای همه جای شب رو مثل روز روشن کرد. چشم سربازها از شدت نور خیره شد و همه پا به فرار گذاشتند. زنها به خانه پیرمرد و پیرزن و کاگویا رسیدند. قفل خانه خود به خود باز شد. زنها با احترام به کاگویا گفتند به استقبال شما آمده ایم. دختر مهربان برای آخرین بار با پیرزن و پیرمرد خداحافظی کرد و گفت پدر و مادر عزیزم، در این سالها خوشبخت بودم. خواهش میکنم دیگر گریه نکنید. از این به بعد در نیمه هر ماه وقتی که ماه در آسمان گرد و درخشان می شود از من یاد کنید. کاگویا این رو گفت و بر ابر سوار شد. برای پیرمرد و پیرزن دست تکان داد و گفت پدر جان، مادر جان، خدا نگهدار.
بعد ابر حرکت در آمد و به سوی ماه بالا رفت. ابر بزرگ در آسمان هر لحظه کوچک و کوچکتر می شد و بالا و بالاتر می رفت تا اینکه به نرمی در آغوش ماه فرو رفت. از آن به بعد پیرمرد و زنش در نیمه هر ماه بیرون از خانه می نشستند و با حسرت به ماه خیره می شدند و از دخترشان یاد می کردند. دختر مهربان و زیبایی که از آسمان آمد و به زندگی آنها نور و برکت بخشید و به آسمان برگشت. خب قصه ما به پایان رسید. امیدوارم هر مهمونی که از ماه براتون اومده باشه در کنارش شاد و خوشحال باشید و هر مهمونی که از زندگی شما به ماه سفر کرده یادش میون خونه دل شما همیشه گرم و روشن باشه. خدا نگهدارتون. اگر روز قصه رو میشنوید روز خوب و شیرینی داشته باشید و اگر شب دارید گوش میکنید خوابای شیرینی ببینید.